بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و همه یک جا بر حسن خدا چنگ زنید و پراگنده مشوید و نعمتی را که خدا به شما ارزانی کرده به یاد آورید هنگامی که شما دشمنان یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت افکند. پس به برکت نعمت او برادر یکدیگر شدید و شما بر کناره گودالی از آتش قرار داشتید. پس شما را از آن نجات داد. به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما راه یابید. ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. باید که در بین شما جماعتی باشند که مردم را به خیر فرا خوانند و امر به معروف کنند و از کارهای ناپسند باز دارند و هم ایشانند رستگار. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. و مانند کسانی نباشید که بعد از آن که به ایشان نشانه‌های روشن آمد پراگنده شدند و بین خود به اختلاف پرداختند. برای ایشان عذابی است بزرگ.